هموطنان عزیز، فردا عید سعید قربان که ماهیت آن را ارزش‌های نیک انسان دوستی، انجام کارهای خیر و ثواب، ترغیب عدل و انصاف و کمک و مهربانی نسبت به همدیگر تشکیل می‌دهند فرا می‌رسد. مردم شریف تاجیکستان را به این مناسبت صمیمانه تبریک میگویم و به هر خاندان کشور آرامی و آسایش و روزگار با سعادت آرزو می نمایم. طبق تعلیمات دین مبین اسلام، حکمت این عید مقدس پیش از همه احترام و شناخت قدر و منزلت همدیگر، بخصوص پدر و مادران، دیگر کلانسالان، شکرانه زندگی آرام و آسوده، آمرزش گناه ها، خیر و سخاوت، ترغیب راستی و رستگاری و صفای باطنی این شخص مسلمان می باشد. در خاطر باید داشت که عید قربان توی یا مراسم نیست که باعث وزنی شدن وضع مالی انسان و اعضای عائله وی گردد. رسوم و آداب آن، ادای نماز عید و قربانی کردن تنها از جانب شخصان دارای امکانیت مساعد مالی می باشد. اصل و ماهیت قربانی غمخواری در حق همدیگر، رحم و شفقت و جهت دستگیری مردم کم بضاعت به خیر و سخاوت جلب نمودن مردم دارا می باشد. تکراراً خاطر نشان می نمایم که قربانی کردن تنها به شخصان واجب است که امکانیت مساعد مالیوی دارند و در مسئله تأمینات اهل عائله آنها مشکلی وجود ندارد. یعنی قربانی کردن برای همه مؤمنان شرط و حتمی نیست و انجام دادن این عمل به قدرت و توانایی هر شخص وابسته می باشد. در آیت 286 سوره بقره قرآن مجید ذکر شده است که خدا بر هیچ کس جز به اندازه تواناییش واجب نمی کند. آنهایی که آیین قربانی را انجام می دهند باید قربانی را در نوبت اول به خواهر و برادر و خویشاوندان نیازمند خود، عائله های کم بضاعت، دیگر شخصان احتیاجمند و همسایه ها دهند. همچنین در عرفه عید قربان مؤمنان به زیارت خانه خدا می روند که یکی از ارکان دین مبین اسلام می باشد. در رابطه با این قابل ذکر است که در کشور صاحب استقلال ما در اساس کنستیتوسیا به شهروندان آزادی وجدان و آزادی پیروی به دین
کفالت داده شده است و دولت و حکومت مملکت آن را همچون یکی از رکنهای مهم حقوق و آزادی‌های انسان حفظ و تأمین می نماید.